شلوغ مغزم اونقدر که داره میترکه کلم. واسه چی به دنیا آمدیم؟ اونش الله اعلم. ما آخر نفهمیدیم هدف از خلقت چی بود. من هر کس رو دیدم اینجا خدا جون از تو شاکی بود. شاید بعضیا بگن این پستا چیه میذارم، یا شاید فکر کنم پی شهرت تو اینستا، ولی والله که اینطور نیست. اینا حرفای قلبیمه، فقط غم میکنن بارت. تو این شهر شادی تحریمه. اصلا من نه، بیا یه دوری بزنیم تو شهر. کدوم شهر؟ انتخاب با تو، از سنندج بگیر تا 9 شهر. ببین هیچکی حالش خوب نیست، همه داغون و افسردن. خدا اینجا جوونامون تو 30 سالگی سال خوردن. خدا زیاد دردامون، بذار روشن کنم سیگار. بگم از بچه های کار یا از باباهای بیکار. بگم از قیمت سکه و بدهکارای تو زندان. بگم از ارزش پول و ریال ملی ایران. خدا بازم بگم یا نه؟ بس برای امشب. بگم از مادرایی که دارن میرن شبا اسنپ. بگم از دخترایی که سر بلوارا وای میستن. اینا رو فاحشه کردن، به والله که فاحشه نیستن. بگم از عاشقایی که سر پولش قشو میره. خدا میتونی از دنیات سالی چند تا جوون میره؟ جوونامون نرسیده میدونی میمیرن کال کال. دیدی دنیامون این روزا چقدر تلخ و غم انگیزه؟ چرا رو میگیری از من؟ خدا چشات چرا خیسه؟ من هنوز چیزی نگفتم. چرا چشات شدن اشکی؟ چرا فندک رو برداشتی؟ بازم سیگار میخوای مشتی؟ بخشید من نمیخواستم پیام آور غم باشم، فقط خواستم که با شعرم صدای مردمم باشم.